اگر یک جوان صالحی با تقوای خدا پرست اگر دعا کنه از مشرق تا مغرب عذاب قبرستان رو برداشته می شود. یک نمازی که جوان در حالت جوانیش میخونه این بهتر است از 70 نمازی در پیری. 70 نمازی که پیر میخونه یک نماز جوان از او بالاتره. برای چی؟ دیگر او پیر کشیدی نمی 70 80 بالا شید وزی در زمان خودمون هم 50 و 60 اوسو دیگه سر میشه پوم در میکنه شما خیرش یک گوشم سوز نمیشنم همین رکوع سجود دیگه پشت میخواد اوه میام که رسول الله صلی الله علیه و سلم معلم بشریت همچنان غمخور برای ما و شما امتاش بود که هر چقدر غمخوری که پدر مادرامون میکنه پیامبر صلی الله علیه و سلم از او زیادتر غمخور بود. از او زیادتر رسول الله صلی الله علیه و سلم غمخور بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم به همه در اینجا اکثر که پیر آدم قریب که نداریم همه جوان هستن پیامبر صلی الله علیه و سلم به جوان ها تاکید میکرد نصیحت میکرد که اغتنم خمسا قبل خمسین 5 چیز را پیش از 5 چیز دیگر اومدنش غنیمت بشماریم. غنیمت شماریدن به معنایی که همین یک چیز غنیمت میشماری که او از دست رفتنی است او دیگر بر نمیگرده. حقی در اینجا جوانو زیاد هستن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه شبابی که قبل حرمی جوانیتون رو پیش از پیر شدنتون غنیمت بشمارین. همین جوانایی که امروز ما داریم الحمدلله خیلی جوانای خوب هم هستن حقی در این بین هست هر نمودش هست لیکن پیامبر بر ما و شما تاکید میکنه که جوانیتون غنیمت بشمارین. جوانی میگذره همین 2 روزم پیشم در نظرمون ما هم کودک بودیم بچه‌کیوش بودیم امروز در آینه میبینیم ریش و سب سفید شدگی ریش و سب سفید شدگی حالا که میگیم که یک چی از عمر گذشته که میگه چو دوران عمر از 40 در گذشت مزن دست پا کابد از سر گذشت. جوانی تو چی لای شیخ سعدی میگه از همین 40 سالگی که عمرت گذشت دیگه دست پا نزد دیگه تینتکی نکنه که گذشته که چیزی که بود گذشت. چو دوران عمر از 40 در گذشت مزن دست پا کابد از سر گذشت. کنون از چشمی است اشکی بیبار زبان در دهان است عذر بیار. همه چشمایی که خدا داده است همه چشمه اگر که آب نبراره اگر از تحت زمین بلقص آب نبراره خشک می شود افلاس می شود درونش پری مثلا ناپاکی می شود. همه چشم هم که آب نبراره هم خیل می شود. میگه کنون از چشمی است اشکی بیبار همه چشمایی که خدا داده است گریه کن توبه کن از گناه های کردگید از خدا دور بدانید بی ذکر بدن بی قرآن بدن بی نماز بدن و تا بیاد بیار در صحتی و سلامتی توبه که گریه کن. وقتی که قریب مردن شد ولی بعضی ها را نقل میکنن همین کسلای گذشتگی ده که عمرش گذشت به بی نمازی و بی روزگی اگه قریب مردن شد نفس در همین خرخر گلو رفته ایست اوی چشمش رفته ایست بعد میگه ای خدا یک بار دیگه ساعتم کنه رو به نماز بیارم رو به طاعت عبادت قرآن بیارم که دیگه نه وقت گذشته کن. خداوند میگه عمر دادم 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال فرصت دادم در کجا بودی چیکار کردی؟ کنون از چشمی است اشکی بیبار زبان در دهان است عذر بیار. زبان خدا در دهانت خلق کرده عذر بیار استغفر الله بگو لا اله الا الله بگو زبان به ذکر عادت بکن به ذکر به کلمه طیبه و شهادت عادت کنه. زبان در وقت مردن هم به همون کلمه از دنیا میره لیکن اگر عادت نکنه وای به حالی و بنده و هر حرفی کند عادت زبانت به وقتی مرگ آید در دهانت. هر کلمه که تی زبان عادت کرد در وقت مردن همون کلمه به پیش اگر او کلمه و به ذکر و به طاعت عبادت زبان عادت کرده باشه همون در مردنشان لا اله الا الله میگه اشهد ان لا اله الا الله میگه و از دنیا گذشته میشه. در همین تجربه در همین عمری کتوهک موندیدیم
انسانایی که زبانشون به دشنام حقارت عادت کردگی بود پیش از مردنشون دشنام حقارت کرده مردن. همه دشنام حقارت کرده مرد. کسی دیگر نقل کن که یک تاکسی میده از شنبه قربان، همین روزی درست شنبه قربان مردنش میگه بلند شنبه قربان گفته مرد. و هر حرفی کند عادت زبانت به وقتی مرگ گوید در دهانت. لیکن اگر به ذکر به طاعت عبادت باشه و لا اله الا الله و کلمه طیبه و شهادت از دنیا میروند. خب گفت کنون چشمی از اشک ببار زبان در دهان است حضر بیار نه همواره گرده زبان در دهن. این زبان دایم کار نمیکنه، دایم ما مثلا انسان تا گپ زده نمیتونه. همین حالت میشه که دیدیم در تجربه. هر چیزی که حدیث قرآن میگه، هر چیزی که بزرگان میگن آخه قدرت خدا ده یک قدر شبهی نداره. اینا میخونیم در تجربه بدین بعد تاثیرت میکنه. همین یکی میبینی داولی نزادش تمام زبان کلوله زد دیگه ام میکنه و بوی چشمش میره هم تا نگه داره و خلاص میخواه یکون چیز بگو فقط هم بسش میبره هیچ دیگه. همون را شیخ سعدی میگه نه همواره گردد زبان در دهن، نه همواره گردد روان در بدن. این جونم در بدن دویم نیست، یکی میبره. غنیمت شمار این گرامی نفس که بی مر قیمت ندارد قفس. همین نفسی که میکشیم این قیمت گرامی های، این غنیمت بشماریم. غنیمت شمار این گرامی نفس که بی مر قیمت ندارد قفس. همین قفس هر چی قدر از طلا و نقرم باشه زراندود هم کرده باشه اگر در درونش مرغ کی نباشه هیچ کس هم میبینه یک قفس خالی کی در کاره هیچ کس. نیکی قفس اگر یک هاو باشه یک چیزای توتی باشه یا که نه جندورکوزی میکنن چی میگم کناری که چرچر میکنه و شتک میکشه و همون را دیدنش دادم یک میبینه کم ترک عصبش روم میشوه. و سالهای پیش سوداگرها در همون پیش دکانشون میکردن که تو که مردم جمع کنن از او خرید کنن. گفته مصنوی در زیاد اومده گیم قیسو. انا اون را میگه وقتی قفس اگر که مرغ نداشته باشه پرنده هیچ قدر نداره. قفس چی هست که قفس گفته اینمی خون، پوست، گوش، زرداب، استخوان اینمی قفس است. همین روح در درون همین حبس در قفس است. مرغ باغ ملکوتی هم نیم از عالم خواب چند روز قفس ساختن از بدنم. انا وقتی که جان که برومد همین مرغ که برومد پرواز کرد بعد چیکار میکنه؟ پرواز میکنه میره. بعد قفس چی میگیم؟ بگی تستر بشوین نه بگی کفن کنیم برای تستر دفنش کنیم یه روزگار مردم ایرای دور تست بگیریم دیگر قدر قیمت این قفس نداره دیگر. برای چنده که بیسته بو تف سر میشه آدم هرچی تستر میگه برای تای خاکش کنید یا با قبر سپرش. غنیمت شمار این گرامی نفس که به مرغ قیمت ندارد قفس. مکن عمر زایی به افسوس حیف که فرصت غنیمت است و الوقت سعید. حضرت میگم یعنی این مصرع ها همه معنای همین حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که پیامبر میگه و شبابی که قبل حرمی. برای چی همین شعرهای سعدی، حافظ، بیدیل، جامی همین قدر لذت داره که عصر استفاده میکنیم. برای همش معنای قرآن و حدیث هست. همش معنای قرآن و حدیث هست. این لذت که نداره حاضرش هیچ کنه میخونش پروا نداره. مجبور در دست آدمو میتونه پولش هم میگیرن که میره بگی بخون نمیخونش نه هیچ. وقتی که قرآن و حدیث معناش لذت داره. ببینید همین سعدی و حافظ بیدیله. خب این معنای همون حدیث رسول اکرم که و شبابی که قبل حرمی جوانیتان رو پیش از پیر شدنتان غنیمت بشمرین. حضرت جبرئیل علیه السلام میگه به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومد گفت که سلام مرا بر جوانای امتت برسون. سلام مرا بر جوانهای امتت برسون. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت جبرئیل گفت به چه خاطر؟ گفت به خاطری که اگر در یک قبرستان یک آدم پیر دعا کنه، آدم کلانسال موسفید اگر دعا کنه عذاب همون قبرستان برداشته می شود.
اگر یک جوان صالحی با تقوای خدا پرست اگر دعا کنه از مشرق تا مغرب عذاب قبرستان رو برداشته می شود. یک نمازی که جوان در حالت جوانیش میخونه این بهتر است از 70 نمازی در پیری. 70 نمازی که پیر میخونه یک نماز جوان از او بالاتره. برای چی؟ دیگر رو پیر کشیدی نمی 70 80 بالا شید وزی در زمان خودمون هم 50 و 60 اوسو دیگه سر میشه پوم در میکنه شما خیره شده گوشم سوز نمیشنم همین رکوع سجده دیگه پشت میخواد اوه میان شمی قپا ایجه شمی قپا با کم ترک میشنه با پورا دراز میکنن با تکسرش میمونن با میشینه خیستن هم میتونن با شیشتن هم میتونن. اون نماز چه به همون او فوای نولقتیه دیگه. اما در جوانی از صدق دل به تن صحت به اخلاص میخونه. یک نمازی در جوانی بهتر است از 70 نمازی در پیری. و الله ذوالجلال جوان توبه‌کار را دوست می‌داره. حضرت لقمان حکیم فرزندش نصیحت میکرد که بچه‌ش میگفت پسرم گفت پسر جان گفت در جوانی کاری هر دو جهان باید کرد. در این حالت جوانی هر دو جهان باید کار کنی. هم قرآن خوان باشی سحری برام قرآن بخوند 3 ورق برای پیکار کارت انجام بدی. هم خانه و در دنیا تا آباد که هم آخرت تا آباد که هر شب بکن. اگر یک تشکنی از دیگرش خلاص میشه میگه کاری هر دو جهان باید کرد. هر دو شب باید که آباد کنی. هم دنیا را هم آخرت. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای چی گفت؟ شباب که قبل حرمیک جوانیتون رو پیش از پیر شدنتون پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه غنیمت بشمارید. به چه خاطر اکنون مرتبه جوان صالح از پیر صالح بالاتر است؟ و خاطر که جوان در حالت جوانیش قدرت داره دزدی کنه، قدرت داره میتونه، قدرت داره که زیناکاری کنه، قدرت داره که مثلا همه گناه ها را بکنه. پیر قدرت دیگه نداره دیگر که وقتی که عمرش 70 80 رفت بسیاری از این مردم خودمونه عمر همین خیل به عبادت و به طاعت به طاعت میگذرونه. وقتی که فرعون گرفته بود به یک همین دولت مصر نعوذ بالله دعوای خدایی کرد. فرعون نعوذ بالله چه خدا بود همین مصر گفت من بر مقابل او بر به عقل ترین آدم میبخشم که رهبری شکنم. بعدا گفت که بکوین از بین همین خلق یک آدمی ای همه در به عقل بیارین ما پادشاهش مونم. هی گفتن که اگه به عقل کم عقل دیوانه بیوان هر چقدر که گفتن چند هفته معقول دیلشون نیفتن. بعد یک از آبادی دور یک ده در رفتن که در نوده درخت یک آدم نشستگی ای طرفی نوده و ایجا درخت یک ایسین درخت عرق کردیسه خیلی در بلوی نوده عرق کردیسه.